درختان پسته بادغیس و هرات سالهاست با دستان پینه بسته کشاورزان سرپا ماندند و نان هزاران خانواده را فراهم میکنند. اما امروز این فراورده ارزشمند افغانستان نه از کمابی بل از بی‌توجهی برداشت‌های زود هنگام در معرض نابودی قرار گرفته است. شماری از صادرکنندگان میوه خشک افغانستان میگویند که در 2 سال اخیر پسته پیش از رسیدن به مرحله شل برداشت شده است. آنان می‌افزایند که برداشت زود هنگام تاثیرات منفی زیادی بر کیفیت پسته و روند صادرات آن گذاشته و اعتبار این محصول را در بازارهای جهانی تضعیف کرده است. بعد از حدود 30 یا 35 سال چون زمان ما ندیدیم مثلا کم بود پسته به سر وقت، یعنی از 20 سنبوله شروع پسته را جمع‌آوری میکردن، پسته را جمع میکردن. او زمان همین پسته ما شما 1 کیلو پسته حدود 400 تا 500 گرم مغز میداد و پسته سفید میشد. کیفیت خود را بسیار متاسفانه سالانه حال پسته را قبل از وقت میشیدن که 1 کیلو پسته حال حدود 100 گرم یا 150 گرم حاصل میدن. میشه گفت که 75% کسرات به این معامله وجود آمده. اینجا نقش داره، هم اقتصادی هم امنیتی. خب اگر دولت این مردم را از ساحت بکشه، اقتصاد مردم ضعیف است، قبل از وقت اینا یا شب یا روز جمع آوری نمیکنن، صبر میکنن تا بیشتر در حد پختگی برسه. دولت هم امنیت جنگل درست نگرفته تا حالی که سعی بگیره و بکشه و کسی نباشه. مردم اطراف هم اونا پیسته را به شب جمع میکنن، حراس ندارن و که مردم از جنگل دور هستن و هم حفظ جنگل میشه، یعنی امنیت جنگل گرفته میشه. برخی از صادرکنندگان حضور کوچی‌ها در جنگلات پسته را یکی از عوامل اصلی تخریب این منابع طبیعی می‌دانند. به گفته آنان کوچی‌ها برای تهیه سوخت و غذای مواشی درختان پسته را قطع می‌کنند. این بازرگانان هشدار دادند که در صورت ادامه این وضعیت و بیرون نشدن کوچی‌ها از این مناطق، جنگلات پسته در آینده نزدیک به طور کامل از بین خواهد رفت. تا زمانی که این مردم به بین پسته باشه و تسلط داشته باشن، هیچ وقت کسی خیر پسته نمیبینه. ولی مثال از این مثال برای شما بودم، مثال میشه 50 میلیون دلار همین پسته حاصل میده. اگر این 20 روز اضافه نگاه کنه، این 50 میلیون میشه 100 میلیون دلار. امروز ما و شما یک کشور بدبختی هستیم که به 1 میلیون دلار سخت نیازمندیم، اما چرا 50 میلیون دلار که راحت از خود از حاصل خود از دستاورد خود مثال از این خدا تعالی برای ما همیت یک جنگل همیت یک نعمت برای ما داده، چرا نتونیم از این نعمت ما استفاده کنیم؟ خیلی میشه که مثال از این که به زیاد توجه خاصی بکنه، مثال از این همین مردمی که بین جنگلات هم دیگه، ولی مثال از این آتشی که اونا استفاده میکنن، میزرومی که به زمستان استفاده میکنن، این درختها پسته میزنن، این خیلی بخون اعمال این جنگل پسته. برای شما سال قبل رفتم به داخل پستریق رفتم، تقریبا 30% همین پستریق ما در زده. اگر برای شما بگم نسبت به 20 سال یا 30 سال پیش 30% تا 40% درختای جنگلات پستریق ما و شما هم میگی از بین برفته و بیوازلی چکار کردم به چوب سخت استفاده کردم. یعنی چیزایی هست که به خود آدم میتونه عشق آدم میریزه آدمی که درخت پسته میبینی که بیواز سخت استفاده میکنن. یک درخت پسته چند مگر ارزش نه؟ این ارزش همین چوب سخته که 4 کیلو از این 50 افغانی قیمت نه، این همینقدر ارزش داره. یک درخت پسته اموال با باغایی که به ایران کار شده تا 6 سال 7 سال انتظار میکشه که او 10% بار میده، با 10 سال 50% بار میده. اینقدر مثال از این پسته به بار آوردن یا خیلی سخته. در کشورها نگاه کنید چی رقم مثال از این تلاش میکنن، زحمت میکشن، این جنگل تیار کرده کسی به زیر رسیدگی نمیکنه. شماری از آگاهان اقتصادی میگویند که از دید اقتصادی هر محصولی که پیش از موعد برداشت شود کیفیت خود را از دست میدهد. آنان می‌افزایند که فقر و بیکاری از عوامل اصلی برداشت زود هنگام محصولات در افغانستان است. در مجموع من فکر میکنم از لحاظ اقتصادی هر محصولی را که زود هنگام چیده شود و یا برداشته شود، این میتونه محصول بکیفیت بسازه. زمانی که محصول بکیفیت شما در بازار عرضه میکنین، این سبب از این میشه که
قیمت ها کاهش پیدا بکنه و برند و یا محصول نتونه در مقابل محصولات خارجی رقابت بکنه. و از طرف دیگه شما میبینید که فقر و بیکاری سبب ازی شده که پیش از وقت رسیدن محصول مردم هجوم ببرن به خاطر چیدن از این محصول یا پسته که بتونن حداقل با مقدار پولی که اینا دریافت میکنن زندگی خود پیش ببرن. در صورتی که این مردم و خصوصا دیاقین کمک‌های اقتصادی و کمک‌های فنی شوند و همچنان ایجاد سهولت ها مثل مراکز پروسس بسته‌بندی سردخانه ها، در اون صورت مردم باز میتونن که در وقت معین از این مسئله بشینن و در کل آگاهی دهی در مورد اهمیت از یک صورت بگیره. این سبب از این میشه کم محصول به وقت چیده نشه و هم کیفیتش پایان نبیه و هم جنگلات از اینا از بین نروه. اما پیش از این دفتر والی طالبان در ولایت بادغیس در خبرنامه اعلام کرده بود که برای جلوگیری از برداشت زودهنگام پسته کمیته ویژه ایجاد شده است. جنگلات طبیعی پسته در ولایت بادغیس که به پستلیک شهرت دارد از منابع مهم عایداتی ساکنان محل. پسته این منطقه به دلیل کیفیت بالا در داخل و بازارهای جهانی خریداران زیادی دارد. اما تاجران محلی هشدار می‌دهند که برداشت زودهنگام می‌تواند به اعتبار جهانی آن آسیب برساند.